سلام بچه ها، به چنل ما خوش اومدم براتون تست بستنی دو چاکلت کنم. این پوستش، البته این که فیکشه، اصلش رو پیدا نکردم. این مارک میهن زدم روش، دو چاکلت با بچه مزه خاصی نداره، ولی در کل شکلات های روش خیلی خوبه. توشم مزه زیاد خوبی نمیده، مزه خود دو چاکلت رو نمیده. قیمتش هم 100 تومنه. به نظر من که نخرید. بچه ها لایک و ساب یادتون نره. خدا نگهدار.